سلام، خوش اومدید به کانال دکتر تو. من امیر مسعودم. توی این ویدیو میخوایم با هم در مورد سینوزیت صحبت کنیم. اول از همه باید بهتون بگم که سینوزیت دو نوع هستش، یا سینوزیت حاد داریم ما یا سینوزیت مزمن. سینوزیت حاد وقتیه که علائم سینوزیت رو کمتر از یک ماه در واقع ما داریم. برای تعریف سینوزیت ما باید یک سری علائم داشته باشیم. اگر عفونت سینوزیت حاد ما که کمتر از یک ماه هست با این علائم همراه بود، میتونیم به کسی بگیم که این فرد دارای سینوزیت هست. حالا این علائم چیا هستن؟ مهمترین علامت هایی که میتونیم براش ببریم درد و فشار صورت، یعنی فردی که دچار سینوزیت در ناحیه مثلا پیشانی یا گونه هستش، وقتی این نواحی رو ما فشار میدیم احساس درد میکنه، یا حالت عادی همش توی صورتش از پشت احساس درد یا فشار میکنه و میگه که احساس میکنم داره میترکه مثلا پیشونیم یا گونه ها. غیر از این موضوع میتونیم از ترشحات چرکی یا تغییر رنگ داده نام ببریم. این افراد دچار سردرد هستن، معمولا خستگی دارن. میتونیم از نشونه هایی که داره میتونیم به تب بالا اشاره کنیم، میتونن سرفه داشته باشن. همچنین اگر کسی سینوزیت داشته، که مهمترین علائمی که میتونیم داشته باشیم احتقان و گرفتگی بینی هستش، یعنی فرد از کیپی بینی به شدت شکایت داره و احساس کیپی و پری صورت رو بینی میکنه. خب این یک تعریف ساده بود از سینوزیت حاد. برای اینکه بدونیم این سینوزیت کدوم سینوس ما رو درگیر کرده، در واقع این علائم مربوط به کدوم سینوس هستن، میتونیم با یک معاینه ساده اینو متوجه بشیم. اگر کسی ناحیه پیشانیش درد میکرد، یعنی با فشار پیشونیش درد میکرد، یا احساس درد اصلی در ناحیه پیشانی بود و بیشتر از این ناحیه شکایت داشت، این سینوس مربوط به سینوس فرونتال هستش. اگر کسی دندونش درد میکرد یا گونه‌اش درد میکرد، اسم این سینوس مگزیلا هست که درگیر شده. اگر پشت سر و پشت چشماش بهش درد گرفته و یک سینوس دیگه به اسم سینوس اسفنوئید هست درگیر شده در این بیماری. خب کسی که دچار سینوزیت میشه معمولا برای معاینه وقتی مراجعه میکنه، کاری که باید تحتش انجام بگیره یکی رینوسکوپی هست یا سی تی اسکن، که با سی تی اسکن که میگیریم ما معمولا توی این سی تی اسکن میزان چرک و هوا میبینیم در سینوسان، ولی در حالت عادی معمولا یک شرح حال کامل کافیه و نیازی به این اقدامات نیست. و کسی که این علائم داره و یک زمینه از سینوزیت داره، یعنی قبل سرما خورده و مثلا میگه که من الان 10 روز خوب نشدم و علائمم بدتر شده، بعد از روز 4م 5م که بهتر بشم با این علائم مراجعه میکنه، دیگه این فرد معلومه سینوس داره و نیازی به گرفتن رینوسکوپی یا سی تی اسکن نیست. در این جور مواقع ما فقط شروع به درمان میکنیم و این فرد رو سینوزیت حاد تلقی میکنیم. برای درمان نکته‌ای که بعد در نظر بگیریم، درمان کودکان با بزرگسالان متفاوته که من به صورت جداگانه خدمتتون میگم. خب درمان در بزرگسالان شامل چندین دارو هست. از همه بهتر، یعنی خط اول درمان دارویی آموکسیسیلین و آموکسیکلاف هستن و بعد از اون سفوروکسیم هست. بنابراین خط اول دارویی ما 3 تا دارو هست: آموکسیسیلین، آموکسیکلاف و سفوروکسیم. در خط دوم، یعنی اگه کسی به داروی بالا جواب نداد یا به هر دلیلی به اونها حساسیت داشت، میتونه از داروی مثل داکسیساکلین استفاده کنه یا آزیترومایسین استفاده کنه. توجه کنین اگر از داکسیساکلین استفاده میکنین، بعدش بعد یک لیوان آب پر بخورین و حتما نزدیک 20 دقیقه تا نیم ساعت و بهترین حالت 1 ساعت بنشینین، چون اگر بخوابین و وارد مریتون بشه، مری رو زخم میکنه این آنتی بیوتیک. اگر باز به اینها هم جواب نداد و 72 ساعت یا 4 روز گذشت و علائم بدتر شد یا علائم تخفیف پیدا نکرد، در اینجا دیگه بعد یه آنتیبیوتیکی مثل کلیندامایسین ما استفاده کنیم یا سفتریاکسون بریم تزریق کنیم و بنابراین مراحل درمانی ما به این 3 حالت تقسیم بندی میشن. در ادامه میخوایم درمان کودکان رو با هم بررسی کنیم. خب در ادامه باید با هم دیگه در مورد درمان کودکان صحبت کنیم. درمان کودکان در خط اول دقیقاً مثل بزرگسالان هست، یعنی داروهایی که استفاده می‌کنیم دوباره آموکسیسیلین، آموکسیکلاف و سفوروکسیم هستش. خب اگر اینا در کودکان جواب نداد، برای خط دوم میتونیم از کوتریماکسازول استفاده کنیم. این آنتیبیوتیک خیلی موثره در بچه‌ها و معمولاً بهش جواب میدن. برای گرفتگی بینی بچه‌ها بهتره که از اسپری کورتونی استفاده نکنیم و اونو بذاریم در مرحله آخر، چون باعث از بین رفتن مخاط مجاری تنفسی کودکان میشه. ولی اگر که با سرم شستشوی نورمال سالین یا با آنتی هیستامین ها و یا
سودوافدرین بهتر نشدن، در نهایت مجبوریم که برای برطرف کردن اون احتقان آزاردهنده و گرفتگی شدید بینی از اسپری کورتون استفاده کنیم. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنم کودکان، ما برای درمان سینوزیتشون اول از همه میایم یک آموکسیکلاف و آموکسیسیلین تجویز میکنیم. اگر به این داروها حساسیت داشتن یا بهشون جواب ندادن، میایم سراغ کوتریماکسازول. اگر که توجه کنید داکسیسایکلین توی بچه‌ها به هیچ عنوان نباید استفاده شه. عوارض بسیار زیادی داره. داکسیسایکلین تو بچه‌ها ممنوع هستش، برخلاف بزرگسالان که در خط دوم استفاده می‌کردیم. بنابراین اول آموکسیسیلین و آموکسیکلاف، بعد کوتریماکسازول و برای برطرف کردن احتقان و گرفتگی شدید بینیشون بهترین حالت از یک سرم شستشوی نمکی بعد استفاده کنیم مثل نورمال سالین و هیچ ضرری نداره و با اون به صورت مداوم شستشو بدیم تا برطرف شه. اگر که علائم آلرژی داشت، مثلا اشک ریزش داشت، آب ریزش شدیدی داشت و کلا علائم آلرژی داشت، میتونیم از یک آنتی هیستامین مثل دیفینهیدرامین یا فکسوفنادین استفاده کنیم. اگر که میخواستیم که از آنتی هیستامین استفاده نکنیم، میتونیم از سودوافدرین موضعی استفاده کنیم. در نهایت اگر هیچ کدوم از اینا بچه باعث برطرف شدن احتقانش نشد، بهتره که از اسپری کورتون استفاده کنیم در مرحله آخر، چون اسپری کورتون عوارض زیادی داره. توجه کنید سودوافدرین رو بیش از 5 روز به هیچ عنوان نباید استفاده کنیم، چون عوارض زیادی داره، در حد 5 روز. نکته دیگه‌ای که باید بدونید در مورد سینوزیت راجعه است. سینوزیت راجعه سینوزیتیه که بیشتر از 4 بار در سال اتفاق بیفته. یعنی یک فرد مراجعه میکنه و میگه من توی سال اخیر، توی 1 سال، توی 6 ماه، یعنی مدتش کمتر از 1 ساله، بیش از 4 بار دچار علائم سینوزیت شدم و این فرد سینوزیت بیشتر از 4 بار تجربه کرده. این فرد بعد تست‌های آلرژی یا تست‌های ایمنی بده، چون ممکنه دچار نقص ایمنی باشه، مثلا داروی شیمی درمانی مصرف کرده ولی نمیدونه که باعث نقص ایمنیش میشه، یا فرد دچار ایدز هست یا پیوند شده مثل پیوند کلیه شده. این افراد به خاطر داروهایی که مصرف می‌کنن یا کسی که اچ آی وی داره، به خاطر سیستم ایمنی ضعیفش ممکنه تعداد بیشتری از آدمای عادی تو سال دچار سینوزیت بشن. بنابراین کسی که بیشتر از 4 بار در سال اتفاق میفته نیاز به بررسی بیشتری داره. علاوه بر تست‌های آلرژی، نقص ایمنی و غیره که گفتم خدمتتون، باید حتما سی تی اسکن براشون تجویز کنیم و بعضیشون گرفته بشه. با گرفتن سی تی اسکن خب ما میتونیم موارد بیشتری رو ببینیم. پس اگه کسی بیشتر از 4 بار در سال، یعنی کمتر از 1 سال، بیشتر از 4 بار این علائم براش پیش اومد، حتما نیاز به بررسی بیشتر داره. در ادامه میخوایم به سینوزیت مزمن بپردازیم. قبل از اینکه تعریف سینوزیت مزمن رو خدمتتون ارائه بدم، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو برام توی کامنت ها حتما بنویسین. خب سینوزیت مزمن تفاوتی که با سینوزیت حاد داره از نظر زمانی هست بیشتر. یعنی در واقع سینوزیت حاد همونطوری که در ابتدای ویدیو خدمتتون گفتم کمتر از 1 ماه طول میکشه، ولی سینوزیت مزمن زمانی که بیشتر از 12 هفته یا 3 ماه این علائمی که در سینوزیت حاد داشتیم بیشتر از 2 تا از اونها رو داشته، میتونیم به کسی بگیم که دارای سینوزیت مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی اگه فردی با درد یا پوری صورت، احتقان بینی، از بین رفتن حس چشایی، سردرد، تب‌های متناوب، ترشحات چرکی مراجعه کرد و بیشتر از 3 ماه گذشته بود، کمتر از این مدت ما هیچ وقت سینوزیت مزمن نمیگیم، بیشتر از 3 ماه گذشته بود و این علائم همچنان داشت، ما میتونیم بگیم که سینوزیت مزمن داره اون فرد. پس 2 تا از علائم به اضافه تایمی که بیشتر از 3 ماه هست برای تشخیص سینوزیت مزمن نیاز هست. در ادامه برای اینکه قطعی به تشخیص برسیم در اینجا برخلاف سینوزیت حاد ما حتما باید سی تی اسکن کنیم. در واقع سینوزیت مزمن به خاطر اینکه یک سری بیماری‌ها هستن که همچین علائمی ممکنه داشته باشن، ما برای اینکه اشتباه نکنیم در تشخیص اون اینجا حتما باید سی تی اسکن بگیریم، چون حتی میگرن هم میتونه همچین علائمی رو به خاطر سردردهای متناوبش ایجاد بکنه که من یک ویدیو درباره میگرن گذاشتم توی کانالم، اگر ندیدین حتما میتونین مراجعه کنین و ببینین. در واقع پس بهتون گفتم که برای تشخیص سینوزیت مزمن ما باید یک سی تی اسکن بگیریم که تغییرات رو در اون سی تی اسکن ببینیم که بتونیم به فردی بگیم که اون فرد سینوزیت مزمن داره. تغییراتی که می‌بینیم یک سری تغییرات استخوانی هست، در بعضی مناطق ممکنه حتی استخوان خورده شده باشه. سینوزیت مزمن معمولا باعث میشه که درون سینوس‌های ما یک سطحی از چرک و درون استینوس‌ها ببینیم که ضخیم شده و این نشون دهنده سینوزیت مزمن هستش. برای درمان سینوزیت مزمن بعد در ادامه بهتون بگم که کاملا متفاوته با سینوزیت حاد. برای درمان سینوزیت مزمن ما اول باید از یک
کورتون سیستمیک یعنی قرص متیل پردنیزولون استفاده کنیم. بعد از اینکه علائم بهبود پیدا کرد ما به صورت همزمان که البته این متیل پردنیزولون شروع می‌کنیم آنتی بیوتیک هم شروع می‌کنیم، ولی بعد از اینکه علائم بهبود پیدا کرد آنتی بیوتیک رو ادامه میدیم، ولی توی 1 ماه ما باید کم کم این متیل پردنیزولون یا کورتونمون رو قطع کنیم. آنتی بیوتیکی که استفاده می‌کنیم ما اول از همه باید یک از ترشحات اون فرد به آزمایشگاه بفرستیم و کشتش رو دریافت کنیم و بر اساس اون آنتی بیوتیک تجویز میکنیم. ولی قبل از اینکه نتیجه کشت بیاد ما به صورت تجربی و به صورت پیش‌فرض برای این فرد میتونیم سفوروکسیم یا کلاریتومایسین تجویز کنیم. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی کنم برای درمان سینوزیت مزمن ما باید به صورت همزمان در ابتدا از یک کورتون مثل متیل پردنیزولون استفاده کنیم همراه یک آنتی بیوتیک که بر اساس نتیجه آنتی بیوگرامی که از ترشحات بینی فرد برای کشت آزمایشگاه فرستادیم به دست میاد. قبل از اینکه نتیجه کشت بیاد از یک آنتی بیوتیک تجربی مثل کلاریتومایسین یا سفوروکسیم استفاده میکنیم، ولی بعد از اینکه علائم رو به بهبود رفتن ما ظرف 1 ماه بعد حتما کورتون رو قطع کنیم، چون کورتون عوارض داره ترجیح میدیم که ادامه ندیم با اون. برای احتقان بینی توی سینوزیت مزمن ما میتونیم از سرم شستشوی نورمال سالین همراه استروئید مومتازون که در بینی استفاده میشه بهره مند بشیم. در واقع این احتقان چون بسیار طولانی مدته در اینجا دیگه ما حتما از یک استروئید استفاده می‌کنیم که سریعتر علائم برطرف شه و اون بیمار سریعتر به بهبودی برسه. برای این موضوع یعنی سینوزیت مزمن بعد از اینکه درمان انجام شد ما حتما باز باید یک سی تی اسکن دوباره بگیریم، یعنی در واقع 1 بار در شروع بیماری 1 بار در انتهای بیماری. در انتهای بیماری که ما سی تی اسکن میگیریم میخوایم ببینیم که کاملا اون چرکی که ابتدا میدیم از بین رفته و اون تغییرات دچار بهبود شدن یا نه. اگر که بعد از سی تی اسکن در پایان درمان دیدیم که تغییرات هنوز برطرف نشدن و هنوز علائم داره در اینجا دیگه راهی جز جراحی نیست و این فرد بعد جراحی بکنه و بعد روی درمان آنتی بیوتیکی قرار بگیره و دیگه در اینجا درمان آنتی بیوتیکی به صورت اولیه جواب نمیده به ما. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، اگر نظری داشتین حتما برام توی کامنت ها بنویسین. متشکرم از توجهتون.